سلام دوستان، احمد رضا اصغرپور هستم. دانشجوی دانشگاه شهید شمران رشت درس مهندسی اینترنت رو دارم با استاد عباس محمدی ریک. ارائه‌ام راجع به DNS و SNMP هست. میریم اسلاید اول. اولین بحثمون راجع به DNS هست. در شبکه کامپیوترها نام‌ها رو متوجه نمیشن. همونجوری که میدونید کامپیوترها کلاً اعداد رو متوجه میشن و حالا با استفاده از یک سری اعداد که همون IP ها هستن با کامپیوترهای دیگه ارتباط برقرار میکنن و حالا ما هم عادت داریم که یعنی برای ما خیلی آسان‌تره که از نام ها استفاده کنیم و برای اینکه حالا این ارتباط بالاخره درست باشه DNS به وجود اومده که مخفف دامین نیم سیستم هست و کار این DNS هم این هست که کار ترجمه نام ها به IP و بالعکس رو داره و اینکه حالا بخوام یه مثال هم بزنم، یعنی روندش رو خیلی کوتاه توضیح بدم، اینجوری هست که اون کلاینت یا ما حالا اون نامی که داریم توی بروزر خودمون سرچ میکنیم وارد میکنیم، اون نام وقتی به دست سرور DNS میرسه اون نام رو توی پایگاه داده‌ای که داره سرچ میکنه و اگه آیپیش رو پیدا کنه برای ما میفرسته و اساساً انگاری که DNS داره مثل دفترچه تلفن با ما رفتار میکنه و اینکه از کل بگم که آره پشت هر آدرسی که ما داریم وارد میکنیم یه IP وجود داره و حالا قبل از اینکه این DNS هم به وجود بیاد همه این آدرس های IP توی فایلی به اسم هاست که هنوزم هست ذخیره می شدن به دونه که حالا با افزایش سایت دیدن این روش دیگه خوب نیست و از همین DNS استفاده کردن، یعنی به وجود اومد و اینکه DNS هم از سال 1984 به وجود اومده. خب میریم اسلاید بعدی. بحث بعدی این هست که همه این آدرس ها از چند تا بخش تولید شدن و با علامت دات از همدیگه جدا شدن، همتون دیگه دیدید و هر کدوم از این قسمت ها داره به یک بانک اطلاعاتی اشاره میکنه که به محدود شدن فضای جستجو کمک میکنه و اینکه نام های حوزه توی 7 تا تقسیم شدن، 7 تا حوزه کلا تقسیم شدن، ولی خب 7 منطقه عمومی معذرت میخوام و 130 منطقه کشوری تقسیم شدن. اینو توی PDFی که من خوندم نوشته بود، یکم PDF شاید قدیمی بود ولی الان خیلی بیشتر هست و اینکه من الان نگاه کردم مثلا همون پسوندهای 2 کلمه‌ای که برای کشورها هست حتی 251 پسوند هست، برای حتی شهرهای بزرگ هم اون پسوند اومده که حالا راجع به اول حوزه عمومی صحبت کنم. حوزه .com برای مؤسسات اقتصادی و تجاری بوده و حالا به خاطر قدیمی بودن و محبوبیتش دیگه همه ازش استفاده میکنن. .edu هست که برای مؤسسات علمی و دانشگاهی به شمار میاد، مثالهاش هم هست. .gov هست که .gov هست که برای آژانس های دولتی آمریکا اختصاص داده شده. .int هست که برای سازمان های بین المللی هست. .net هست که برای ارائه دهندگان خدمات شبکه است و .org هست که برای سازمان های غیر انتفاعی. خب یه مثال هم از کشور بزنم. الان مثلا این یک آدرسی برای دانشکده است، همونجوری که میبینید JP الان واسه ژاپن، مثلا AC هویت دانشگاهیه، کلیو نام اون دانشکده است و CS
نام اون دانشکده است، کامپیوتر ساینس. و این سری مثال های دیگه از کشورها که حالا مثلا برای چین CN هست .cn یا کشورهای دیگه که خیلی زیادن. خب و اینکه حالا این حوزه ها و زیر حوزه ها رو توضیح بدم. همونجوری که میبینید الان تو این آدرس اول رفته سمت ایدیو، دیگه تو حوزه کشوری نرفته، رفته تو حوزه عمومی. بعد حالا از ایدیو رفته شریف رو پیدا کرده، بعد حالا CS، بعد مثلا از CS اون دانشکده بخش AI و بعد روباتیکش. و میبینید که چجوری به چه نحوی هست. حالا بریم تو اسلاید بعدی. حالا این اسامی نمادین توی شبکه‌ای که خودشون تو قالب حوزه‌ها و زیر حوزه‌ها سازماندهی شدن توی یک فایل متمرکز نیستن دیگه و توی کل شبکه اینترنت توزیع شدن. برای همین ترجمه یه نام به آدرس IP ممکنه چندین مرحله پروسه‌ای توش اتفاق بیفته تا یه آدرس پیدا بشه و طبیعیه که تبدیل یه دونه نام همیشه موفقیت آمیز نباشه و حتی شما ممکنه اون نمادین رو اشتباه وارد کنید و هیچ مدل IP نداشته باشه. حالا 3 تا روش داریم برای پرسجوی نام‌ها که پرسجوی تکراری، پرسجوی بازگشتی و معکوس هست که اول پرسجوی تکراری رو من توضیح میدم روندش چجوری هست. تو مرحله اول پرسجوی تکراریمون برنامه کاربردی میاد با فراخوانی تابع تحلیل نام تقاضای ترجمه آدرس رو میکنه که حالا برای مثال اینجا آدرس www.microsoft.com هست و اون سرویس دهنده محلی اول چک میکنه ببینه اون IP رو داره یا نه، اگه داشت که برمیگردونه، اگه نداشت اون رو میاد برای سرویس دهنده روت میفرسته و سرویس دهنده روت آدرس ماشین یه DNS توی حوزه .com رو میفرسته برای لوکال نیم سرور، همون اسم اون نیم سرور رو. حالا لوکال نیم سرور میاد تقاضا میکنه، یعنی آدرس رو میپرسه دوباره از اون نیم سرور و مرحله پنجم فهرستی از سرویس دهندگان مربوط به این DNS، یعنی سرویس دهنده DNS مربوط به این آدرس برمیگرده و توی مرحله ششم سرویس دهنده محلی تقاضای ترجمه آدرس www.microsoft.com رو از DNS متعلق به حوزه microsoft.com میکنه و تو مرحله هفتم آدرس IP برمیگرده و حالا به دست برنامه کاربردی ما میرسه. حالا تو پرسجوی بازگشتی دیگه لوکال نیم سرور جز ارسال درخواست ترجمه نمیکنه و فقط درخواست رو به یه سرویس دهنده سطح بالا میفرسته و اون خودش پیگیری میکنه و تو این روش دیگه سرویس دهنده محلی لوکال نیم سرورمون این فرایند رو نمیبینه. توی روش پرسجوی تکراری همونجوری که دیدید حجم عمده عملیات بر دوش لوکال نیم سرور بود و مدیریت خطا و پیگیری روند کار خیلی تو این روش، یعنی پرسجوی تکراری خیلی بهتره و اینکه پرسجوی تکراری برای شبکه‌های کوچیک بهتر کاربردی‌تره. و روش آخر پرسجوی معکوس هست. حالا فرض کنید یک سرویس دهنده DNS آدرس IP رو بدونه ولی نام‌ها رو ندونه، نام اون رو ندونه. یعنی توی این وضعیت اوضاع ذره حادتره چون تو اون روش نام‌ها داره حوزه و زیر حوزه بودن همونجوری که بهتون گفتم، ولی یعنی تحلیل خیلی آسان تر بود داخلش. ولی توی این وضعیت که آدرس IP باشه این رابطه تبعیت نمیکنه
یعنی هیچ ارتباط مستقیمی بین آدرس‌های IP و اسامی انتخاب شده توی اینترنت وجود نداره. روش کار به این صورت هست که سرویس دهنده محلی ابتدا شبکه متناظر با اون آدرس IP رو پیدا میکنه، سپس درخواست رو به DNS اصلی شبکه ارسال میکنه. این DNS بر اساس زیرشبکه‌های موجود درخواست رو به سرویس دهنده‌های مرتبط با هر زیرشبکه ارسال میکنه و در نهایت نام نمادین حوزه معادل با آدرس IP بازگردونده میشه. خب میریم حالا راجع به ساختار بانک اطلاعاتی سرویس دهنده‌های نام صحبت کنیم. یک سرویس دهنده نام توی 2 تا بخش سازماندهی شده. اولیش پروسه سرویس دهنده هست که یک برنامه اجراییه که درخواست‌های ترجمه نام رو از سایر دستگاه دریافت میکنه و پردازش میکنه و پاسخ مناسب رو دریافت میکنه. همه این درخواست‌ها از یک قالب استانداردی پیروی میکنن تا تمامی ماشین‌ها بدون توجه به سیستم عامل و ساختارشون بتونن ارتباط برقرار کنن. بخش بعدی بانک اطلاعاتی هست که شامل داده‌های لازم برای تحلیل نام‌های نمادینه. هر سرویس دهنده‌ای میتونه بر اساس روش خودش اون رو ایجاد کنه و استفاده کنه، اما همشون از یه اصول مشترکی پیروی میکنن. این بانک که به نام بانک رکوردهای منبع شناخته میشه به اختصار فایل RR نام داره و برای افزایش سرعت جستجو معمولا در حافظه اصلی نگهداری میشه. RR هم مخفف ریسورس رکوردز هست و اینکه وقتی توی پرسجوی تکراری یه بار اون آدرس نمادین به آدرس IP تبدیل میشه توی این فایل ذخیره میشه. حالا هر کدوم از این فایل‌های RR دارای 5 تا فیلد هستن که حالا راجع به هر کدوم این فیلدها میخوایم صحبت کنیم. فیلد اول دامین نیم که نام نمادین به یک ماشین یا حوزه توش قرار داره که ممکنه چندین بار تکرار بشه چون این فیلدها همه میتونن متفاوت بشن. بعدی تایم تو لیو هست، از اسمش معلومه مدت اعتبار اون رکورد هست بر حسب ثانیه است و بعد از اینکه این تموم میشه یعنی این زمان یا باید حذف بشه یا بروزرسانی بشه که معمولا مقدار 86400 هستش مقدارش که معادل 1 روزه. فیلد بعدی کلاس هست که مشخص کننده نوع شبکه مرتبط با نوع اون نمادین هست که برای مثال اگه مربوط به اینترنت باشه مقدار IN ثبت میشه. فیلد بعدی تایپ هست که نوع رکورد و معنای اون رو مشخص میکنه. این مقدار میتونه عددی یا حرفی باشه و برای سهولت توی ویرایش معمولا از گزینه حرفی استفاده میشه. و فیلد آخر ولیو هست که این قسمت شامل داده های واقعی مربوط به رکورده و بسته به نوع رکورد این داده میتونه یه آدرس IP، نام یه دامنه دیگه، اطلاعات متنی و موارد مشابه باشه. میریم اسلاید بعدی. حالا قالب پیام های جستجو که بین این سرویس دهنده‌ها مبادله میشه باید استاندارد باشه تا همه سیستم‌ها بتونن اونو تجزیه و تحلیل کنن و اطلاعات لازم رو همون استخراج کنن. ساختار پیام هایی که بین سرویس دهنده‌ها مبادله میشه به این شکل هست. همونجوری که می‌بینید سرایند پیام، بخش پرسش، پاسخ، اطلاعات ناحیه و اطلاعات اضافی که حالا هیدر، کوئسچن، آنسر و که حالا هر کدوم از این بخش ها داره چندین زیر بخش هست که میریم اول بخش همون سرایند یا هدرمون رو توضیح بدیم. دوستان اولین فیلد آیدی هست که هر کدوم
یک از این سرویس دهنده داره یه آیدی منحصر به فرده تا حالا بشه میون اون پیام‌های فراوانی که وجود داره پاسخ رو تشخیص داد. فیلد بعدی QR هست که مشخص میکنه که اون پیام پرسشی هست یا پاسخی، که پرسش 0 و پاسخ 1 هست. فیلد بعدی OP کد هست. این فیلد 4 بیتی نوع پیام رو مشخص میکنه. 4 تا 0 قالب پیام از نوع پرسشجوی معمولی هست. 3 تا 0 1 قالب پیام از نوع پرسشجوی معکوس هست. 2 0 1 0 قالب پیام از نوع پرسشجو در مورد وضعیت سرویس دهنده است و 2 0 2 1 تا 4 تا 1 یعنی که فعلا بدون استفاده است. فیلد بعدی AA هست. این فیلد برای پیام پاسخ فقط معنا داره و مشخص میکنه که محتوای پاسخ توسط سرویس دهنده مسئول و تعریف کننده نام صادر شده. فیلد TC هست. بودن این فیلد تک بیتی مشخص میکنه که محتوای پاسخ به دلیل زیاد بودن رکوردهای ارسالی کامل نیست و تعدادی از رکوردهای پاسخ حذف شده. فیلد RD هست. این فیلد فقط برای پرسش کاربرد داره و از سرویس دهنده نام تقاضا میکنه که در صورت امکان از روش پرسشجوی بازگشتی استفاده بشه. فیلد RA هست. این فیلد فقط برای پاسخ معنا داره و به سرویس دهنده نام اعلام میکنه که آیا قادر هست پرسشجوی بازگشتی رو انجام بده یا نه. سوالی نیست، یعنی میگه. بیت‌های آن یوزت هست. از اسمش معلومه این 3 بیت اصلا مطلقاً هیچ کاربردی نداشته و توی تمام پیام ها باید 0 باشه. بیت های آرکود هست. این فیلد 4 بیتی نیست، در پیام های پاسخ فقط کاربرد داره و نتیجه رسیدگی به پیام پرسش رو تعیین میکنه. فیلد 16 بیتی بعدی دیگه اینجا به بعد 4 تا فیلد 16 بیتی هستن. QD کانت هست. در بخش تقاضا از قالب پیام چه تعداد رکورد پرسشی وجود داره این رو مشخص میکنه. AN کانت هست که مشخص میکنه در بخش پرسش از قالب پیام چه تعداد رکورد RR ارسال شده. NS کانت هست که مشخص میکنه در بخش اطلاعات ناحیه از قالب پیام چه تعداد رکوردی ضمیمه شده و فیلد AR کانت هست که مشخص میکنه در بخش اطلاعات اضافی چه تعداد رکوردی ضمیمه شده. خب بخش بعدی فیلدهای بخش پرسش هست. من این رو هم میگم دیگه، بقیه بخش ها دیگه خیلی زیادی میشه و حوصله سربر میشه، ولی خب اینم میگم و میریم سر SNMP. خب در بخش پرسش 3 تا فیلد وجود داره که 16 بیتی هستن. بخش اول QName هست که شامل نامی است که باید به آدرس IP تبدیل بشه یا اطلاعاتی راجع به اون دریافت بشه. این نام به صورت کاراکترهای 8 بیتی ذخیره میشه. فیلد QType هست. نوع رکورد درخواستی رو مشخص میکنه و فیلد QClass هست. در این فیلد هم کلاس آدرس درخواستی مشخص میشه. خب این اسلاید بعدی یه مقدمه داشته باشیم بر مدیریت شبکه. در ابتدا مدیریت شبکه‌های کوچیک مثل آرپانت با بررسی دستی مسیریاب‌ها ممکن بود، اما با گسترش اینترنت جهانی این روش ناکارآمد شد. در شبکه‌های قدیمی پروتکل‌های مدیریت در لایه پیوند داده قرار داشتند، اما اینترنت مبتنی بر TCP/IP نیاز به مدیریت مستقل از سخت افزار داره. نرم افزارهای مدیریت شبکه باید در لایه کاربرد پیاده سازی شوند تا از سخت افزار مستقل باشند
با این حال اگه مشکلی در پشت TCP/IP رخ بده مدیریت شبکه مختل میشه. برای رفع این چالش پروتکل‌های مدیریت شبکه مثل SNMP به وجود اومد. حالا راجع به معماری پروتکل‌های مدیریت شبکه صحبت کنم. مدیریت شبکه به دو بخش اصلی تقسیم میشه: مبادله اطلاعات بین مدیر شبکه و ماشین‌های میزبان که تعیین میکنه نحوه دریافت و تغییر داده‌ها رو، نظارت بر شبکه که مشخص میکنه اطلاعات مدیریتی و نحوه جمع‌آوری و بروزرسانی رو. استانداردهای اولیه مدیریت شبکه توسط IETF که در RFC 1028 و RFC 1068 ارائه شدن، اما به دلیل مشکلات فنی پایدار نبودند. سپس تو سال 1990 SNMP ورژن 1 معرفی شد و نسخه اصلاح شده اون SNMP ورژن 2 به استاندارد مدیریت شبکه در اینترنت تبدیل شد. خب حالا ببینیم مدل SNMP چی هست. مدیریت شبکه با SNMP شامل نودهای تحت مدیریت مانند میزبان‌ها، مسیریاب‌ها و چاپگرهای شبکه است که اطلاعات وضعیت خود رو به ایستگاه‌های مدیر ارسال می‌کنند. ایستگاه مدیریت کامپیوترهایی هستند که با نمایندگی‌های SNMP ارتباط برقرار کرده و دستورات مدیریتی را ارسال و دریافت می‌کنند. اطلاعات مدیریت در قالب متغیرهای وضعیت ذخیره میشه که رفتار اجزای شبکه رو توصیف میکنه. قرارداد مدیریت تعیین میکنه که ایستگاه مدیر چگونه وضعیت نودهای تحت مدیریت رو دریافت و تغییر بده. امنیت شبکه توی SNMP ورژن 2 با استفاده از رمزنگاری و احراز هویت تضمین میشه تا از حملات مخرب هم جلوگیری بشه. و مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدین. خدا نگهدار.